چند تا راز میخوام بهتون بگم که خیلی ها دوست ندارن شماها بدونید. علت داره، دلیلش هم بهتون میگم. خوب گوش بدید. کل نیاز بدن شما به ویتامین C نهایتاً 80 میلی گرمه. یعنی یک عدد گوجه فرنگی و یک عدد سیب زمینی بزرگ، چند تا دونه توت فرنگی، یک عدد کیوی. کل نیاز بدن شما به ویتامین B6 نهایتاً 2 میلی گرمه. یعنی چند تا دونه نخود، نصف موز کافیه. کل نیاز بدن شما به ویتامین B12 1.6 میکروگرمه. یعنی اگر هر 40 روزم گوشت بخوری کفایته. این اطلاعات رو شما نباید بدونید و باید دائم به صورت خودسر ویتامین مصرف کنید تا بعضی از موجودات بتونن کاسبی کنن. خبر بعدی اینه که خود همین ویتامین ها عامل سرطان هستن. پارسال اعلام شد تو ژورنال های علمی. مصرف بیش از اندازه ویتامین B، مصرف بیش از اندازه ویتامین A عامل سرطان ریه است. مصرف بیش از اندازه ویتامین C و E عامل تهاجمی و رگزایی تومور هاست. و خبر آخر، متاسفانه کشور ما رکورددار سرطان در دنیا و رکورددار مصرف خودسرانه ویتامین هاست. این پازل رو کنار هم بذارید، نتیجه گیری کنید. لطفاً ویتامین خودسر مصرف نکنید. یا علی.